عید ما را قبول بساز. پروردگار عظیم و شان، قربانی هایی که برای کسانی که لازم است اونها میکنند، همون وعده کرده ای پروردگار را بین آن نصیب روزی بگردان. پروردگار عظیم و شان خدا میکنیم چی اندازه ثواب میگیریم، چی اندازه اجر خدا برای ما میدهد. رسول خدا گفتند در هر یک مویش یک حسنه و یک صدقه براتون خدا میدهد. گفتند اگر اون جانور ما ذبح میکنیم و قربانی میکنیم اگر صاحب پشم باشد چی؟ گفت به هر موی از پشم خدا برای شما حسنه میدهد. اگر یک گوسفند را 303 رو اگر حساب کنیم مویهای او را حساب کردن نمیتوانیم. برای همین این در یک سال یک مراتب می شود. این هم حقی فقیر و بیچاره است، حقی مهمان است، حقی خوشی و خرسندی است که در این روز تاریخی باید همه خرسند و خوشحال باشند. برای همین رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در حدیثی که آمدند والله اعلم حضرت جابر رضی الله عنه روایت می‌کرد 10 سالی که در مدینه منوره زندگی کردند حضرت هر سال در راه خدا یک گوسفند را قربانی میکردند. اما اون وقتی که آخران سال حیاتشان بود 2 گوسفند قربانی کردند و گفتند وقتی که گوسفند قربانی را به زمین خواباندند و کار را به گلو اون نزدیک بردند گفتند استعیذ بالله انی وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض. پروردگارا من رویم را به سوی آن خدای میگردانم که او آسمان ها و زمین را آفرید و ما انا من المشرکین، من از جمله مشرکین نیستم. گفتند اللهم بک و منک، پروردگارا برای تو و از تو من این کارا میکنم. من محمد و امته، پروردگارا ثواب این را از محمد و ثواب گوسفند دیگر را بر روح و اوراق و کسانی که قدرت قربانی ندارند با اونها بخشیدند. اما رسول اکرم علیه السلام هم چون غمخواری و شفقت نسبت به مرگ یک گوسفند را در آخر حیاتشان ذبح کردند در حق امتی که قدرت ندارند به این کار. برای همین این روز مبارک است. این روزی هست که باید همه خرسند باشند. این روزی هست که باید همه نسبت همدیگر مبارکبایی کنند. اون بغض و کینه و عداوتی که با وسوسه شیطان حتی در سرزمین مینو خواست که ابراهیم و اسماعیل و هاجر رضی الله عنهم را از راه پیدا کند، اون شیطان هم در میان ما و شما هست. اون شیطان اگر راه نماز ما را گرفته نمیتواند، راه روزه ما را گرفته نمیتواند، راه قربانی کردن ما را گرفته نمیتواند، اما راه غیبت کردن برایش آشکار است. اما راه عداوت و کینه و بغض، راه بدبختی و راه حقارت و دیگر را در میان ما و شما میتواند ایجاد کند. برای همین وقتی ما هم به آخر میرسد برادران عزیز، البته اینجا ما هر چی گفتیم مختصر گفتیم و فقط از خداوند مسئله داریم که در این لحظه آخر پروردگارا اولا دعای ما بندگانت را که یکی از جزء این روز نیست. رسول خدا علیه السلام گفتند که در این روز ابلیس بسیار هم فیغان میکرده است و همه فرزندها و لشکر خود به اطراف او جمع میشدند میگن ای مولایم، ای خوجین سردار چرا گریه میکنی؟ میگفت است امروز خداوند جل جلاله امت محمد مصطفی را بخشید. امروز گناهان امت محمد مصطفی را خداوند مغفرت کرد، چرا من فیغان نکنم؟ شما از این ساعت پس بروید اونها را به نفس ها و به شهوت ها وادار کنید که اونها گناه کنند تا اینکه اطرافیان ما و سیز ما در دوزخ بسیار شوند. خلاصه امر در آخر از خداوند مسئله داریم که پروردگارا خوبی این روز، بزرگی این روز، برکت این روز را از ما و شما قبول گردانید. پروردگارا اون حاجی ها و زائرین که امروز همچون نماینده ما و شما اونجا نیز زیارت کرده ایستادند، دعا کرده ایستادند، پروردگارا حجشان را حج مقبول، سعیشان را سعی مشکور و ذنبشان را ذنب مغفور بگردان. و خدایا بازمانده ها و کسانی که نرفتن اونها
را میسر بگردان. پروردگار عظیم شان طاعت و عبادت ما را قبول بگردان. پروردگار تکبیرها و تشریق ما را قبول بگردان. پروردگار نماز عید ما را قبول بساز. پروردگار عظیم شان قربانی هایی که برای کسانی که لازم است اونها میکنند همون وعده کرده پروردگار را بین آن نصیب روزی بگردان. پروردگار عظیم شان بیماری ها و رنجوری های ما را شفای کامل و عاجل دائم نصیب روزی بکن. پروردگار عظیم شان هر کی را مطلب است مقصود است برآورده خیر بگردان. پروردگار عظیم شان ملت ما را وطن ما را آرامی و تنجی ما را که امروز و توفیل اون و در سایه اون امروز ما زندگی داریم بندگی داریم و این سرجمعی ما هم و توفیل او از پروردگارا این آرامی و این تنجی را تا روز قیامت خدایا در ملت ما و در وطن عزیز ما پروردگارا نیز نگهبان باش. پروردگار عظیم شان هر کسی چی مطلب و چی مقصد دارد هر کسی خیر و احسان کرده است و میکنه پروردگار را قبول خیر بگردان. و صلی الله و سلم علی نبینا محمد و علی آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم.